ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорони канали мо. тибқи дархости яке аз подписчикҳои ман акои Илҳом гуфтанд ки ягон боғи маҳсушро видео кун ки ақалан ҳамун мевашам нахӯрем ки бинем. гуфтанд ман ҳамин як кофта якта боғ ёфтам ҳаминҷа ёни вай будааст молбозор ба ҳамин даромада ҳама анде ки ҳам бошад аз ҳамун ягон навор мекунам. بعد خدا خواهد پیشکش شما میگردم اون نوار رو. همین درآمدگاهی باغ بوده است. خیلی میداریم بسم الله گفته. یک آیت قرآن است که میگوید که در سوره کهف میگوید اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. یعنی که وقتی که باغت به درآمدی گو لا حول ولا قوة یگان به قوه نیست مگر الهی دیدم. راستم خیلی که من چشم نرسد همون باغ با همین باغ همین تا پر از آلوچه من همین آلوچه ها پر گرفتن باغ همین اکام نه که آلوچهش ناز گرفته است که من خودی همون حضرت در گفتی وای که دریاب نکردم نه و که برفتگی بودن همین باغشون آلوچه هاشون بسیار داره. من کسانی که با آلوچه میخرن و من همون رقم تلفن میمونم که با چی میگو زنگ زده از اون کس میپرسد که کیلوش چند و چخیل میفروشن خریداره همین منطقه یکم باشد. آلوچه بسیار داشتن که آلوچه هاشون ناس پختی همه ماشاءالله ماشاءالله. در کسب کار حاجی برکات دید خداوند در باغشان برکات دید در این آلوچه ها ماشاءالله. خیلی دو طرفه آلوچه بود این طرف. اینجا آلوهای سرخ آلوهای کلانی سرخ بودن ماشاءالله. من خیلی میوه‌های سرخ داشته است بهترین. یا نمودی بیده بوده است راست درست یعنی که یا ممکن بلندش بردارم همین کیفتای من میزد باشه این بیده. من این قرالا خیلی ریخته شاخش دورش اونده شکست است ماشاءالله خیلی انداخته برکه اوان. یعنی با قلپنه هم داشتیم بهترین. این سیب هاشون هم ناز داشتیم سیب های ترشکی. این باغ یکم بابی دمگیری به دست یک کراوت میمونه ده به حضور دم میگیره ماشاءالله. با اینجا بین و یار گندم کاریده بودن گفتن که من نه وکه گندم در ویده مونده شدم خانه رفتم های خودشون میشدم با یک باغشون هم باغبان میدیدیم هم بعضی چیزها رو میپرسیدیم که مقصد چی خیلی است و چطور است چیکار کردن در کار. خیلی گپ کارو خیلی زردالو رو دیده نوشتن نه که زردالو ما نشدن ما کنیل سه داریم اونجا تیز بای میشه چیزش میگون بهترین دمو تیز شمال میشه تیز زنده میشن هوای قدوش نمیتن یک خونیکی میبیاد بعدی وای همش دو میشه. من اکای الهام به شرافتی شما منم وای میخورم چیزاش میگو زردالو نباشد یکم چه من در اینجا به اجازت میموندم من
فقط ماشاءالله میگوید باغ. میبینید اولو خیلی سیراب شده است، بهترین. نگاه کنید یارو دوستان. من درخت زردالوش بینید. بو شخصانی که در همین اطراف هستید زکات کنید که یکم میبرم در همین قشلاق فقیر گرید که میبرم. نگاه کنید چه زمین پر از زردالو است و خورنده شکافته گشته است. رزقش کسی رزقش روان باشد. الهیم من خیلی زردالو نقص دارم. به فکرم عدد زردالوشون کم باشد در کارو، لیکن به هر حال میتونید زکات کنید یکم میبرن تو. اکای الهام خدا دولت شما رو هم زیاده گردانه. به طفل همین درخواست شما من امروز از زردالو سر میکنم. باور کنید فقط در دوکانای زردالو رو فقط تماشا میکنیم. در اینجا من به فکرم سری میخورم. برکی آوید. رنگ کنه باری چسبیده این درختی اولو را. اولوش خیلی انداخته است رنگ کنه. یکم با بهارونا نیهال هم میفروشم. میتونید نیهالش هم همین صورتا زکات کنید برای خودتون. اگه این کس با گارانتی ده تو از زمینشو هم تو کنده پیش بازار میخوان چون با بازار نزدیک بوده است. حتی گرم اون نیهال فروشه اکیم کجا میبرن وانند هر بازار همون نیهالا رو میگردونن. باق معلوم نه که با اونو میگیرن نمیگیرن. من طبق درخواست الهام اکا من سیب ها رو بینه. سیب ها رو تو ترگک موندن که شاخهاشون نشکنن. افسوس که همون اکام نموندن با یک نوم سورتور میگرفتن. با یک ویدیو ما رنگارنگ میشه نباشد. من دیگه چی میگویم درباره این باغ. من کجا نه فقط چی میگوید پادپیسات سه ولی که فراموش نکنید. به خاطر همین باغ در حق سایه باغ هم دعا کنید برای کی آوید همونتون تماشا بینه کنه. باغشون اصلا اولو سیب و اولوچه و با گیلاس هم داشته. خیلی فکرم موسم گیلاس گذشت. من سیب های خیلی شیرین میتونه سیبچه هم زکات کنید و برای کمپوتی نازده مولتی فروت میشه. هم سیب میخرید هم زردالو و اولوچه خرید که کمپوتی ناز میشه. فرصت دست ندید که همین مثلا باغا کم دارن. من کدام روز فیسبوک یک پست خونم نوشته است که ابیابلین داده است که ما فلان شرکت از شرکتی مرسی باکو ما گفته رقم تلفنش مونده است. سیب می اولومی زردالومی چیزی داره میگوید ما میخریم. رقماشون هم با مونده است. اما همش اینو مرسی باکو نبرد. شما هم خریداری کرده گفتیم که ارزان بود. من به فکرم پرسیدم همین سر 7 سامانی گفتن کیلوشه. نه که ایا مگزین پرسیدم 10 سامان گفت. لیکن باکو ارزان تر میتونید خریداری کنید. به فکرم همه قش کفایه است. باقی بسیارش هم گفتی که ویدیو رو بسیارش فش میشه. من رقم تلفن حاجی رو میمونم. مولا اولیم بودیم حضرت اهمی حاجی امیر رو. بچه سامانیان زرافشان اگر نداشته باشید همین چیزا تماشا میکرده باشید که میتونه زکات کنید. اولوچه همین چیزا رو برای شما برده میرسونن اکام. خدا دولتشون زیاده کنه. اولوی کلام منه کمپوت به نزده از زمستون به گریپ میشن. یک شده خوردن میرن هر روز.
از نهال کاری از باغداری هیچ محل ضرر نیست برای شخصی کارندش. بگذار اینا دوزد یا چوجه خورد یگان حیوان خورد، ثوابش برای همون شخصی کارنده میرسد. اون به میتونه شما را هم در گوشه یک کلمش یک جای دیدید مناسبه میتونه یک درختی میوه دار شنانید، انشالله در میوه و یا اون کس خورد حتما ثوابش میرسد برای شما. الله همه راضی باشد، باقی سربلند و خانه آباد باشید. همیشه در دسترخانه شما همه خیلی میوه های بهشتی فراوان باشد. بچه و فرزنده هم از سری همین چیزها رو خورند و با حیات شیرین گذرانده گردن. خدا از همتان راضی باد. ویدیو معقول شده باشد حتما از همون لایک های آبدار میگذارید. مایلی